سلام علیکم. حال شما چطوره بچه؟ خوبید؟ بچه قبلا اینا رو دیده بودید کارهای من دیگه. از این کارهای دیگه هم داشتم البته. اینم از این. بذارید بزنم و فوکوس بکنه. یکم تکون میخوره. اینا رو دیده بودید دیگه. بریم شبیه اینا دوباره درست کنم. خیلی خوب. یا آبی نورت خاموش. الکی میگم عاشق رنگشم بچه. آزمایشیه دیگه این کاری که میخوام انجام بدم آزمایشیه. اینا بهشون میگن شاین اگه اشتباه نکنم. این کار رو میخوام انجام بدم. این کار میتونید ببینید نور میخوره بهش. در اون زیر توی اون قالب منم نیفت. چون من اصلا این یه دونه رو میخوام استثناءً متفاوت از بقیه کارهایی که تا الان انجام دادم به عنوان یک کار جدید انجام بدم. خب دیدین؟ میبینید؟ نمیدونم دوربین فوکوس میشه یا نه. من نشستم تمیز شو. اینها رو چند دقیقه من میخوام استراحت بدم. یعنی از الان مدت 30 دقیقه استراحت خواهم کرد. حباب هم داره. بچه یه روبی گذشت. من دلم نیومد بیشتر از این تایم بدم. سری پیش 40 دقیقه تایم بهشون دادم به همین رزین. خب معرفی میکنم. میدونید چیه؟ نمیدونید. این میدونید چیه؟ نمیدونید. این همون ظرفیه که اینا ریختم توش. سفید بود کنار. خیلی خوب. یک چیز خاص پیدا کنم که ازش استفاده کردم. آره این از این کثیفا. دلیلش هم 10 بار بهتون گفتم. دوباره هم میگم بچه‌ها اینها که قبلا استفاده کرده ام مثل این سطحش متخلخل نیست و هوا نمیبرد توی رزین. هرچند الان کار من خیلی مهم نیست. فقط یه چیز کوچولو خواستم پیدا کنم. الانم بهتون میگم این چیه. اوه خیلی زیاد شد. هرچی که هست. میبینید چیه؟ نمیدونید چیه. الان بهتون میگم چیه. بچه ها این پودر شبتابه. خب الان هم میگم تو چی میخوام استفاده کنم. یه کاری هم بعدا میخوام درست کنم. میشه دیده میشه اصلا. معذرت میخوام. من این وری باید بگیرم. پودر شبتابه. این هم که اینقدر زیاد ریخته شد چون دوره اون پیچش، بله دوره اون پیچ زیاد جمع شده بود و بالاجبار ریختم تو این دیگه. دفعه بعدی نمیریزه. خیلی خوب. میبینید اشکال نداره. خیلی هم چیز خاصی از دست نمیدید تا اینکه بریم این تو.
برون تو. بسیار عالی. بریم که 1 2 3 4 5. من فعلا حواسم باشه چی کار میخوام بکنم. یکم من روی این الکل ریختم بچه ها، ببینم واکنشش چجوره. بله یکم خشونت به خرج داد. سلام. 24 ساعت بعد باز کنیم ببینیم این چیه. ببینیم 24 ساعت این آخه که هنوز شله بله. نو دوستش ندارم، اصلا هیچ کی دوستش نداره. ولی ببین بیایم این ور توی این دوربین ببینیم خاص هست، ولی اونی که میخوام نیست. هیچ اون چیزی که میخوام نیست. خیلی شما برگرد اینجوری شو، یا اینکه برش کن اونور. بیام بعدی رو باز کنم ببینم. دست کجا اینجوری شد. ببینیم این چجوره. امیدوارم که قشنگ باشه. بیا. اوخی جان خیلی قشنگ شده. سفیده کم اومدن بیرون. این باید ببینم کدوم یکی از سفید است. بیام روی این دوربین ببین عکس باید بذارم، اینجوری فایده نداره. باید برم عقب. نمیدونم باحاله. به نظر من که باحاله. بد نیست. دوره به این ور فوکوس خب بد نیست. من دوستش دارم اینا، چون این ورشون یکم چیزه میذارم یه جای دیگه. بذارم اینجا و این هم بذارم اینجا. بریم بعدی ببینیم این چجوره. هوا رفته زیرش. قشنگ باش. جالبه. اینجا انگار چمنه. این طرف من حقیقت این دوربینم می‌بینی؟ بذار فوکوس کنم اینجا. من این آبی سبز اینجوری مثلا دون زده بیرون رو دوست دارم. باحاله. اینکه مشکی هم دست من نمیبینید. بیام روی این دوربین. فکر کنم قالبم هم یکم خراب شده. حالا خیلی مهم نیست، قالب خیلی گرونی هم نیست، ولی خب
به هر حال قشنگ من اینجاها رو دوست دارم. زیباست. بریم بعدی سورپرایزا. آره اینی که میبینید مال اینه. من دقت نکردم ریختم، تکونش دادم ریخت. آیا سفته. قاعدتا این یعنی اینجوریه الان داخلش شله، نمیدونم. یا ببین ریختوندم. اینم بکنم. امیدوارم که خوب باشه، سورپرایز کننده باشه. مثلا توی این مایه ها. یا خدا جان چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ ها خب نگاه کنم ببینم بعدا چیکار کردم باش که اینجوری شده. جالبه توش. خب اینجا مثلا ببینید اینجاش خاص هست، شورای فضاییه. ببینید اینجاها نه دوستش ندارم، ولش کن. چرا دروغ بگم؟ رو کنار، دوستت ندارم. خواهش میکنم تو سورپرایز ما باش. بیا دا. دستام چرا اینجوری میشه؟ بزن این تمیز کنم. بله زیبا شده، داخل زیبا شده. اینجا هم بچه ها اون شب تابی که من میخواستم رفته چسبیده اینجا. ببینید توی اینا هم شب تاب ریختم. بذارم اینجا ببینم چی شده، چی از آب در اومده. کدوم یکیشون بود نمیدونم. چه اشتباهی کردم، حواسم نبود. و این خاموش کنم تا بگم. قله کوه. فوکوس کن روی این کار من. اون زلی که بهش رنگ زدم اینجاست. خب به دیوار زدم. خب به نظرم ایده خیلی جالبی نبود. کلا اون زدن رنگ به داخل این هم انگار یک چیز خاصیه. اگه بخوام رنگ کنم سری بعدی اینجوری چیز نمی کنم. اون رزینه هم رفته چسبیده اون بالا کلا. یعنی کوهی که میم ابرایی که من میخواستم رفتن کاملا چسبیدن اون بالا. و از اینجا هم که قاعدتا چیز خاصی نمیبینید. برم رو اون دوربین اینجا سر خوب اینجا فوکوس بفرمایید. نور رو روشن کنم، این دوربین هم نور بگیره. بفرمایید بچه کار کثیف نیست. این رنگی که اینجا زدم رفته چسبیده به اون قسمت ها. و خاموش کنم. آره
چرا فوکوس نمیفهمید بفهم. جدیدن خیلی از آقای منصور میپرسن زومه، میگه آره زومه، آره زومه. آها. اونا چطور؟ توی این نداشتم، توی این یکی کارم هم نداشتم، توی این یکی هم من نمیدونم. اما این رو نگه داشتم که ببینید تهشو به این ور. حالا مشخصه داره نور میده، من هیچ نوری رو داخل دوربین راه ندادم، یه نوری که از این کنار ها میزنه. خیلی خوب بچه، همینی که دیدید، همین تجربه جدید بود، مخصوصا برای این که خیلی جالب بود. چه نور پردازی این میکنه. فکر کنم دفعه بعدی باید بیشتر بزنم. خوش باشید، اگه حال کردید لایک، فالو، سابسکرایب و از این کارا بکنید. مخلصیم. شب و روزتون خوش.